بچه‌ها آمدیم به بازی فنف هم میشناسین یا دسترسین فارسی همه میشناسین. اگه بخوام فنف بذارم پارت اول پارت دوم بذارم بگیم فنف من بازی کردم کلن که 2 سال میشناسم اینا. اگر میخوای ماینکرافت بذارم لایک و ساب بکنید تا بگی ماینکرافت، بگی فنف، بگی پاپلت. اصلا پاپلت من بازی کردم میدم تو شکلی و برای شما هم دوباره بازی میکنم. حالا شما بیشتریاتون میدونید این بخشه پایین که بزنید. البته این برای همه باز نیست و یه بازی تمام کرده باشید یا مات شده. میدونید که اگه اینا رو به ترتیب بزنید مثلا همه 0 ببینم همه میشه 0 مثلا همه اینطوری 0 باشه یعنی خیلی مثل شب اول میاد. اگر اشتباه نکنم شاید بزنم یک دفعه یکیشون 20 باشه. اما اگه به یه ترتیب بزنیم گلدن فریزی ظاهر میشه. گلدن فریزی میدونید که کیه دیگه. حالا بهتون میفهمم یه گلدن فریزی که 1 در 1000 امکان داره که بیاد. حالا بهتون نشون میدم چجوری میفهمید که اومده اینا هست. این 1 این 9 بعد دیگه از اون همینجوری یکی به این پایین نگاه کن. این 8 این هم 8. بعد همتون دیگه میدونید اما من بازم بهتون میگم مثلا اینو بزنید تا بسیار گلدن فریزی مثلا بریم پیش باباشو تو بگیم باباشو گلدن فریزی چون پاشنم بتون دروشه پشم هست. از کجا بفهمید گلدن فریزی؟ حالا الان بهتون نشون میدم ببینید. تو را دوست دارم. خب چرا بازی تموم کردم این عروسکا میان و بهم نشون میدم کجا. حالا از کجا بفهمید اینجا یا اگه گلدن فریزی شد میبینی گلدن فریزی داره نشیدن میخوره. اما اگه بزنیم بعضی موقع ها میره بعضی موقع میبرد داره گوشه باهاتون میکنه بچه‌شو میشه فردی ولی بازم میتونی همینجا نگاش کنیم بازم همین کار باهاتون میکنه. خب ما دیگه بریم فنف نمیخوام همین الان بزنیم فنف پلاس که فنف واقعی تر میکنه. حالا من برم فنف این هم از فنف پلاس البته الان فنف پلاس یه چیزی بهتون نشون بدم. اینه نمیدونم اینه آره همینو شما بزنید این اتفاق میفته. الان فردیش این شکلیه. فردیش ببینید خب اینم از این بانیشه. اینم چیکاشه باز ترسید دادا ولی این نبوده کاپ کیک هرچی. حالا من اینطوری میاد یعنی من یکم نریزم به خاطر اینطوری میشم. حالا این توی یکم لودینگ استیل کسی مکس کنه اینم از فنف پلاس دیوسمون. خب اینو میبینید این بالا سمی ساعته این رب داریم بشه 1 میشه 1 این بشه 2 این میشه 2 این میشه 3 این میشه 3 این میشه 4 4 5 5 6 الان 6 دیگه میشه برش. خب احتمالا بعد اینو تکون بدیم که مثلا دوربینا اونور شه. حالا ما تو من بازی کردم همینجوری یکم وار میستم اینا بعد فردی چوری داره فردی عشق بلی ویدیو درست هم میشه داری میکنی چه خوب داری میشه حالا تو داری منو میکنی حالا من تو فرار کردی
فقط یک جولم لید بارم دیگه برم بانیه بکنم دیگه ویدیو زب نکرده باشه. بانی کاش که از همینجا بشه لب گرفت بابات. بذار چیک کنم ببینم داره میگه چیکار دیگه نمیتونم دیگه چیکار. ای بچه چیکار رفته خودم دارم از زب میکنم از کنه. خب ای بابا چیکار اینجا نیست چیکار اینجاست هر بود اینجاست. باز من وقتتون رو نگیرم دوباره مکسیمم تو یک نفر تکون بخوره. خب چی میشه اگه لایک رو ساب کنید؟ دستتون میشنه؟ نه. خودتون میبینید؟ نه. کسی میبینه؟ نه. آیا اتفاق میافته؟ نه. هیچی نمیافته. فقط واسه من اتفاق میافته و زحمتون به با دیگه نمیرن و دیگه میتونن قشنگ هرچی بخوام بگیرم و باز بیشتر براتون ویدیو بذارم اینا که بتونم دیگه پول دارشم. چون من خیلی به مامانم میخوام مامانم کمک کنم و اینا. اگر یه چیزی مشکلی دارم یا یه اتفاق مثلا بر میکنم که شما خوشتون نمیاد بگین تا من عوضش کنم. خب بعد 2 ساعت واسم ببین اومنگاس هم بخوام براتون میذارم. اومنگاس هم دیگه همه دیگه باید بشناسن. حالا راستیشو بخوای اومنگاس اصلی رو نمیخوام من برم. یه اومنگاسی هست اسمش اومنگاس 3 بادی. و بچه اگه میخواین بگین که یه چالش میذارم اگه تو چالش ببازم زنگ میزنم به بهترین دوستم که تازه عمل کرده و تازه داره خوب میشه اینو در میارم یه چیز میگم. چالشمون شروع شد. چالشمون اینه که اگه توی این بازی تا شب 3 برم و بمیرم البته تا شب 2 برم و نمیرم به کیار زنگ نمیزنم. اسمش کیارشه اما من کیاری صداش میزنم یه خیار هرچی زنگ میزنم و داد میکشم. بله داد. اگر نبازم اینشالله که نمیبازم. بردم. خب بچه ها شب دوم ببین استرس سکر زیادتره تو که من دوست ندارم به کیار هستم خدای. اما زنگ میزنم بخاطر شما هرچه چاله سر نشه طولانی نشه بازیمون تا همون ساعت البته نه همون ساعت 3 رو تمام کنم انشالله. این دوره وقت اگه میتونی میکنم بعد کامنت بذارین تا دیگه ویدیو نگیرم خوش شدم بگیرم. شروع رفت مثل اینجا نگاه میکنم چون اینا مثل هار میان. فاکسی مثل هار ماده زالیل ماده بدبختی. ببین جونی که فکر کنم اینا سریعتر بیان سریعتر که بیان. این برم ببرم. خدای دوست ندارم به کیارشم الان زنگ بزنن. ببین شاید من بلد نیستم زنگ بزنم. خب یعنی زنگ بلدم بزنم ولی اینم باشه. خب ولی یه تستی میکنم اگه بود که خدا رو ظلمت داده بدم. اگه بود که خدا رو شکر
چیکا کجاست؟ همون رسید چیکا. فاکسی ها رو رفتن، همه شو ها رو رفتن. دارم بس کنو ببر، جوری که دارم برق رسید میکنم حتما میرم. فاکسی از کجا معلوم تو گی نباشی، تو گی نباشی. شی 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 فاکسی هار نباش، هار بعد وقت مادر ببخش پوشیده بابا چیکار. الحمدلله 2 شده 50. ببین من یه در همین الان باز کنم. در بابای میدرسم. ببین مثل خر به هم حاضر به فاکسی باشم. چیکار که فاکسی الان داشتم نگاه میکردم بابا لوسمون رو. این معلوم نیست که میخواد بیاد. جای چیکار خوب میشم پیدا کنم. خدای الان فردی دیگه رفته. وقتی فردی بره یعنی به گاز رفته. یعنی چیکار اینجاست؟ یعنی همین الان به گاز میدم. وقتی فردی باشه یعنی همین الان گاز رفتم دیگه. منطقه. من اصلا دوست ندارم به کیارا زنگ بزنم به خاطر این زود باز. خوشایید با هم بخوایم بگیرین داداش. نیست صدایی در نشدی. ما فکر کنم الان میمیریم. ساعت 11 بگاه میسلانو بود. سر بازی بگیرم. واو خواهده خوش دادم نمیخواد